دلم نمیخواست دیگه فیلمی بذارم، ولی خب گذاشتم، فقط به خاطر اینکه بگم خدا رو شکر میکنم به خاطر اتفاقات خوبی که برای من افتاده و شاکر خداوند متعال هستم. و اینکه میخواستم به همه خانم‌ها بگم از هیچی نترسین، هر اتفاقی که بخواد بیفته میفته. اون خدایی که حامی مرد هاست و اونها رو انقدر قوی آفریده که از پس یه زندگی بر بیان حامی خانم ها هم هست. سعی کنین بدون ترس جلو برین و فقط تکیهگاهتون خدا باشه. من به عنوان خواهر کوچیکتر کاری ازم بر نمیاد، فقط میتونم یه گوش شنوا باشم. اگه حس کردین نیاز دارین که با کسی صحبت بکنین، من میتونم براتون اون گوش شنوا باشم و حرفاتون رو بشنوم. شاید بتونم کمکتون بکنم و اگه نتونستم حداقل شنونده خوبی باشم.